استاد به همین دولت های غیر مسلمانی بعضن وقت آدم همه فکر در همه فکر فرو میرد. بسیار آدم های میبینی مقصد آدم های غیر مسلمان آدم فکر میکند که مثال این قدر در اون دنیا آدم بسیار همه همینا متاسفانه مقصد برای راست یعنی به جنت نمیدارن. امکان دارد که بسیاری از اینها دوزخ دارن. همین فکر به سر آدم میآید. در همین مورد چی گفتن چی استاد؟ همین فکری حق است آخر. 6 میلیارد آدم در این دنیا غیر مسلمان است و از بین مسلمان های هم که احصایات 2 میلیارد میگوید، لیکن این 2 میلیارد ممکن 1 میلیاردش بی نماز باشد. در بین این 2 میلیارد با آدمایی هستند که نامش مسلمان به قید گرفته شده است از سبب جغرافیش، ولی که وای کافر است، مثلا اسلام بدبین است، الله تعالی را حقارت میکنه، پیامبر صلی الله علیه و سلم حقارت میکنه. یعنی که 1 میلیارد دیگرش هم میشد به اونها همراه کرد و این 1 میلیارد مسلمان دیگرش این قدر با گناه زیاد دارد و بنابراین و قلیل من عبادی الشکور، الله تعالی که بسیار کم از بندگانی شکرگزاری من و قلیل ما هم در دیگر آیت بسیار هم آنها کم هستند. یعنی بندگانی نیکی الله تعالی کم هستند از آنهایی که گناه میکنند. دوزخ کلانتر است از بهشت از این لحاظ، برای آنکه دوزخی ها بسیار است نسبتی جنتی ها، چون که حضرت آدم و دیگر پیغمبرها را الله تعالی میگوید که آدم از فرزندانت از 1000 کس 1 کس را به جنت جدا کن، یعنی 999 کس به دوزخ. و در بعض روایات ها پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند که از آن ما از 1000 کس از 100 کس 1 کس، نه از 1000 کس 1 کس. با وجود این صحابه ها غمگین شدند که از 100 کس 1 کس باشد هم این کم است، یعنی 99 کس به دوزخ میرد و 99 کس به دوزخ میرد و 1 کس به بهشت. این کم است، یعنی از 1000 کس 10 کس میشد. بعد پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه شما خوش خبر دید که در امتی من جین هایم است، یعنی شاید 990 کس یعنی اکثرش جین ها و این چون یعجوج و معجوج هست، اونا همش دوزخی است. یعجوج و معجوج همش دوزخی است. اونا هم در زیر امتی پیامبر صلی الله علیه و سلم حساب میشد. همین دنیایی بودگی آدما حاضر همش امتی پیامبر صلی الله علیه و سلم حساب میشد. امتی پیامبر دو خیل میشد، امتی دعوی و امتی اجابت. امتی دعوی یعنی هر کسی که پیامبر صلی الله علیه و سلم برای وی پیغمبر فرستاده شده، همین تمام دنیا باید پیامبر صلی الله علیه و سلم اطاعت کنند، انسان هاشم جن هاشم، از زمانی که پیغمبر شدن تا قیامت. همین امتی پیغمبر است، امتی که پیغمبر برای اینا همچون پیغمبر آمدن، برای اینا شریعت رساندن و وظیفه دار شدن. اما امت اجابت، اونایی که اجابت کردن، دعوت قبول کردن، اینا خیلی کمتر هستن. بنابراین فکرتون درست است، یگان جای چی ندارد، خطاگی ندارد.